سخنان تکراری در نشست ملاهای طالبی صدای منسوب به ملا هیبت الله در مورد گشایش مکاتب دختران چیزی نگفت. واکنش جبهه ضد طالبان در برابر سخنان منسوب به رهبر طالبان. جبهه مقاومت میگوید که طالبان تلاش دارند ایستادگی مردم را پنهان کنند. برنامه ایران در برابر مهاجران افغان. تهران از اخراج مهاجران فاقد مدرک خبر داد. و آمادگی ازبکستان برای برگزاری نشست جهانی در مورد افغانستان. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. طالبان امروز صدای منسوب به ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را منتشر کردند که او گفته است ما اهل انتخابات نیستیم. بر اساس این فایل صوتی ملا هیبت الله با بیان اینکه هر آنچه علما از او بخواهند عملی می کند گفته است من رهبر سیاسی یا رئیس جمهور نیستم که به مردم دروغ بگویم. طالبان بدون نشر عکس یا ویدیو ادعا کردند که رهبرشان وارد کابل شده و در نشست علمای حامی این گروه شرکت کرده است. در صدای منسوب به رهبر طالبان در نشست ملاها آمده است که دنیا نمیخواهد افغانستان و حکومت آن به اراده خود رفتار کند. در این فایل صوتی رهبر طالبان تاکید کرده که تعامل با جامعه جهانی در کار نخواهد بود چرا که شرعیت برای او در اولویت است. ملا هیبت الله آخوندزاده در این فایل صوتی خطاب به جامعه جهانی گفته است بر سر شریعت معامله نمی کنم. ما کلمه خوانده ایم و مرگ و زندگی ما با خداست. به نظر می رسد که اشاره او به انتقادات جامعه جهانی است که تاکید بر تحصیل و کار دختران و زنان حکومت فراگیر و انتخابات دارند. همچنان رهبر طالبان تلفات غیر نظامیان در حملات این گروه در 20 سال گذشته را هم پذیرفت و گفت اگر در عملیات ما مسلمانان و افغانها متضرر شدند به خاطر دور کردن کافران بود، برای رسیدن به وضعیتی بود که اکنون داریم و مسلمانان امن هستند. او افزوده مسلمانان هدف ما نبود اما آنها خود را در برابر کافران سپر کرده بودند. در فایل صوتی منسوب به ملا هیبت الله هیچ اشاره به تشکیل حکومت فراگیر، بازگشایی مکاتب و حقوق زنان نشده است. جبهه مقاومت ملی به صداهای منسوب به رهبر طالبان واکنش نشان داد. صداهای منسوب به رهبر طالبان که امروز از سوی رسانه‌های تحت اداره طالبان نشر شد، ملا هیبت الله رهبر آنها در قسمتی از گفته‌هایش تصریح کرد که جنگ در افغانستان تمام شده است. این سخنان منسوب به رهبر طالبان واکنش جبهه مقاومت ملی را به همراه شد. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه با نشر یک نوار تصویری از یک اسیر طالب در نزد مقاومتگران نگاشته که در صدای منسوب به ملا هیبت الله در نشست نمایشی کابل با حیله و پنهانکاری تلاش شد تا با گفتن اینکه عملیات جنگی تمام شده ایستادگی مردم بر ضد اشغالگران طالبان را پنهان کند. آقای احمدی افزود که ما برخلاف جنایتکاران این گروه که با توسل به دروغ و انکار رو بازداشت، شکنجه و کشتار غیر نظامیان و همچنین رد عملیات‌های جنگی تلاش می‌کنند وضعیت را عادی نشان دهند. فرصت را مساعد ساختیم تا اسیران گروه طالبان با خانواده‌هایشان به تماس شوند و اعضای خانواده‌هایشان از سلامتی آنها مطمئن شوند. او تاکید کرده است که ویدیو نشان دهنده واقعیت میدانی است. بله مونتن حکمی بولو خبره وکړئ کور کې خیرات ده ټول خدي مور د خره زوی شکر زوی مې زه جوړ تیار یم زوی زه دلته داسې یو قوي خلکو سره داسې یو قهرمانانو سره یم زوی مې بیخي ارام اسوده یم زوی تاسو بېغم اوسئ ښه زوی مې خوش زوی مې او فقط یو اطمینان مې تاسو ته درکړو زوی مې زه جوړ تیار یم زوی مې انشاءالله چې بیا په خیر کور ته راځم زوی مې سید زوی مې ته چې بیرون هیڅ مشکل نشته فقط ته خبر شوی ورته. وزارت داخله ایران اعلام کرده است که سر از فردا شنبه 11 سرطان افغانهای فاقد مدرک اقامتی در این کشور شناسایی و سپس اخراج می شوند.
رسانه‌های ایرانی گزارش کردند که وزارت داخله ایران به تمام کارفرمایان ایرانی هشدار داده است تا از استخدام کارگران فاقد مدرک خودداری کنند. وزارت داخله ایران به تمام کارفرمایان ایرانی گفته است در صورتی که افغان‌های بدون مدرک را استخدام کنند از 3 تا 6 ماه حبس خواهند شد. گفته می شود پس از تنش‌های مرزی بین طالبان و مرزبانان ایرانی روند اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته است. گفتنی است که با سقوط دولت پیشین افغانستان شمار زیادی از کارکنان و نظامیان پیشین از ترس طالبان به ایران پناه برده و تا هنوز نتوانستند کارت اقامت دریافت کنند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از وزارت امور خارجه ازبکستان گزارش داده که قرار است یک نشست بین المللی در رابطه به افغانستان در این کشور برگزار شود. در این گزارش که امروز جمعه 10 سرطان نشر شده آمده است که این نشست در تاریخ 25 و 26 ماه جولای در ازبکستان و با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان‌های بین المللی برگزار می شود. با گفته سرویس مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان هدف اصلی برگزاری این نشست شرح مفصل اقدام‌ها و پیشنهادهای جامعه بین المللی در مورد کمک به ثبات، امنیت و بازیابی پس از جنگ افغانستان و ادغام آن در روند همکاری‌های منطقه‌ای به نفع مردم چند قومی افغانستان است. در ادامه این وزارت تذکر داده است که اعتبار سنجی رسانه‌های داخلی و خارجی برای پوشش این نشست از امروز اول جولای آغاز می شود. این در حالی است که در ماه مارچ سال 2018 و جولای سال 2021 میلادی ازبکستان میزبان نشست‌های بین المللی سطح بالا در رابطه با موضوعهای مربوط به فرایند صلح، همکاری امنیتی و اتصال منطقه‌ای در افغانستان بوده است.